کانال ما خوش اومدین. اینجوری نگو. سلام. به کانال ما خوش اومدین. موبایل اگه ویدیوهای ما رو تا الان تماشا نکردید برید تماشا کنید، کانال اونم سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید. دیلینگ دیلینگ. نمیدونم چیه ولی اون زنگوله رو بزنید. من اومدیم تو شمالی ترین نقطه تایلند که دیگه اون بالا کوها میشه مرز میانمار، این برم میشه مرز لاوس. یه ذره جلوتر دیگه یه ذره جلوتر کلا دیگه تمومه. این ور میانمار، این طرف لاوسه. کلا دیگه تایلند تموم میشه. از جنوب تا شمالش رو در نوردیم. مزرعه چاییه، چای خون. پلانتیشن. بریم ببینیم مزرعه چاییش چه شکلیه. Let's go. طبیعت دیدی خوشحال شدی؟ تنها چیزی که منو میتونستیش دوباره خوب کنه طبیعت بود. کلی دختری در مزرعه. اونجا مرز میانماره، یعنی مرز میانمار که خود میانماره، یعنی اون شهره که مثلا در واقع اونجاست. این که آسمون دارم نشون میدم، اینا اینجا یه شهری هستش، اونجا میانماره. با اینکه چای دوست ندارم ولی مزرعه چایی رو خیلی دوست دارم. خواهی کفتر چاییه یا چاهیه؟ چایی. چرا بهش میگن کفتر چایی؟ نمیدونم، اونا هم فقط ها؟ هیچ کس همکار من نمیتونه باشه غیر از تو. باش. واقعا زیباست. دلم می‌خواستی سبد حصیری دستم باشه. خیلی قشنگ. بیا میتونیم توش بریم. انقدر قشنگه محمدی که اصلا اهل عکس نیست 5 دقیقه است اینجا وایساده داره عکس میگیره. میگیرن؟ بیا. خیلی قشنگه. چایی چایی. آبیاریشون خیلی باحاله. همینجوری این مه داره آب می‌پاشه بهشون. بابا صف چاییه. غذا نمیدن که. پلاده شلوغه. خیلی آدم. تازه این قسمت غذاهاشون، قسمت چاییشون بره، غذاهاش به تنهایی همشون. و اینجا فروشگاه چای شد. آره اینجا چای. دم نکشادی داشته.
چقدر شلوغه. نظرت چیه؟ زیادی آدم اینجاست. طبیعت همیشه قشنگه دیگه. سبزی قشنگه، طبیعت قشنگه، دل مهربون، لب خندون، آسمون آبی، پیرانه گلگلی، مایه اینجا هم از این مایه قول‌بگر داره. بریم چای بخور. آماده چای بخوری؟ قدم نمیاد. بریم برو اونجا تست کن ببین کدوم چایش خوبه. کجا؟ اون بالا قوری گذاشته بودن. اینجا این خانمه با قوری متوجه شدی چیه؟ نه والا نمیفهمم. اینجا نوشته عشق من อัน اینجا นี้คืออันนี้เหรอคะค่ะของผสมดอก رنگاشو اینا نوشته made from یا کنه. no just one. فکر کردم میخواد پرش کنم. برنج که دم میکشه. خب مزه بوی اونو میده. ببین آره دیدی؟ برنج می‌داره. Can I also try this one? بوی چی میده؟ نمیتونم پیدا کنم بوشو. بده بو کنم. بوی چایی میده. بوی چای دم نکشیده میده. بوی چای خام میده. بریم. ولی طرف چه مغزی داشته و صاحب اینجا اومده مشهور کرده اینجا رو، خوشگلم کرده، مغازه‌هاش هم گذاشته، قشنگ حسابی کاسبی راه انداخته. واقعا درود بهش. کارش خفن بوده. چون ناگاه همین یه تیکه هم هستش. آره دیگه کلا هم داره مزرعه‌هاشو داره پولشو در میاره، هم مشهور شده، همین که این هم مشتری ریخته. اگه با ویدیوهای ما حال میکنین، اگه ویدیوهای ما رو دوست دارین، سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت کنین، زنگوله هم بزنین که کلی جایی باحال میخوایم بریم. مراقب خودتون باشید.